اخیرا یه خبری خوندم که شوکه‌ام کرد. تو ایران 2,800,000 نفر نیت داریم. نیت یعنی جوونایی که نه درس میخونن نه کار میکنن. و خب راستش من خودم یکی از اونام. تو این ویدیو میخوام مفهوم نیت رو براتون توضیح بدم و اینکه چرا اینقدر رایج شده. تجربه خودم رو براتون تعریف میکنم و 3 راهکار عملی میدم. خب بریم سراغ تعریف نیت. نیت یه اصطلاح انگلیسیه مخفف Not in Education, Employment or Training. یعنی کسی که نه تحصیل میکنه نه کار میکنه و نه مهارتی یاد میگیره. طبق گزارش مرکز آمار ایران 25% افراد 15 تا 24 ساله نیت هستن، یعنی 1 نفر از هر 4 نفر. و جالبه بدونی که تعداد دخترهای نیت 2 برابر پسراست. اما چی باعث میشه که یه نفر نیت بشه؟ من به 3 عامل مهم میتونم اشاره کنم. اولین و مهمترین عامل سلامت روان. برای مثال خودم سالاست باهاش درگیرم و این انرژی زیادی ازم میگیره. وقتی جای استخدام میشی کارفرما ازت انتظار داره که حداکثر بازدهی رو داشته باشی و این برای کسی که با مشکلات روان درگیره خیلی سخته. همینطور این باعث میشه سخت‌تر بتونی با آدم‌ها ارتباط بگیری و شبکه سازی رو برات ناممکن میکنه. اینا هم بگم که طبق پژوهش‌های بین‌المللی طیف اوتیسم و ADHD بین نیت‌ها شایع‌تره. عامل دوم اقتصاد. احتمالا شنیدین که به خاطر جنگ خیلی‌ها کارشون رو از دست دادن و تعطیل شدن. شاید هم خودتون جز این دسته از افراد باشین. رکود و تورم باعث میشه هزینه رفت و آمد از حقوقتون بیشتر بشه و کار کردن عملاً به صرفه نباشه. اینها به خودی خود برای کسی که میخواد وارد بازار کار بشه یک بار سنگین ایجاد میکنه. عامل سوم نظام آموزشی. به نظر میاد شکافی بین دانشگاه و بازار کار وجود داره. خیلی از نیت‌ها مدرک دانشگاهی دارن ولی نمیتونن کار پیدا کنن. این هم مثل اقتصاد یک مشکل ساختاریه که فرد توش نقشی نداشته. خانواده و جامعه شما رو تشویق میکنه تا درس بخونی و مدرک بگیری. اما بعد از فارغ التحصیلی متوجه میشی که مدرک در واقع یک کاغذ بی استفاده است. خب حالا بذارین تجربه خودم از نیت بودن رو بگم. من خودم فکر نمی کردم که یه روز قرار نیت بشم. الان بیشتر از 5 ساله که نیتم و این برای نیت بودن هم مدت زیادیه. بعد از کنکور دانشگاه قبول شدم، اما اون دانشگاه رو دوست نداشتم و مسیرش هم طولانی بود. اون زمان حال روحی خوبی هم نداشتم و با یه روانشناس در ارتباط بودم. یکی از بزرگترین اشتباهاتم این بود که روند درمان رو ادامه ندادم. بعدش از دانشگاه انصراف دادم و از اون روز دیگه نیت شدم. البته نقشه‌م این نبود. خواستم وارد بازار کار بشم و شروع کردم به یاد گرفتن برنامه‌نویسی. اولش هم خوب بود و تونستم از یه شرکت پروژه بگیرم و اولین درآمدم رو داشته باشم. اما چیزی که بهش فکر نکرده بودم اهمیت داشتن مدرک در فرایند استخدام بود. چون هر جایی اپلای می‌کردم رزومه‌ام رو رد می‌کرد. هر بار که رزومه‌ام رد می‌شد ناامید و منفعل‌تر می‌شدم تا جایی که دیگه هیچ کاری نمی‌کردم. این باعث شد افسردگیم عمیق‌تر بشه و افکار خیلی منفی بیاد سراغم. خوشبختانه خانواده متوجه شدن و منو فرستادن پیش یه روانپزشک. از اون روز زیر نظر پزشکم و حال روحیم خیلی بهتر شده. خلاصه بگم نیت بودن اولش خوب به نظر میرسه تا دلت بخواد فیلم میبینی و بازی میکنی، اما بعد از یه مدت با واقعیت روبرو میشی. روزها خسته کننده و مثل هم میشن. دوستات به مرور پیشرفت میکنن و از دور و برت محو میشن و فشارهای خانواده شروع میشه. اون وقت میفهمی که نیت بودن خیلی راحت نیست. خب چطوری میشه از این وضعیت بیرون اومد؟ راستش من خودم هنوز نیتم، اما میتونم چند تا راهکار کمک کننده بهتون بگم.
اول از همه سلامت روان رو جدی بگیرین. حتما با یه روانشناس یا روانپزشک در ارتباط باشین. حتی اگر ماهی یک جلسه باشه خیلی میتونه کمک کننده باشه. راه دوم انجام فعالیت‌های روزمره است. حتی اگر شده در حد نیم ساعت در روز بریم پیاده روی. البته گفتنش خیلی راحته، برای خودم به خصوص ورزش خیلی جواب داد، مخصوصا ورزش هایی که تحرک بالایی دارن مثل ایروبیک و شنا. راه سوم پیدا کردن کاره. لازم نیست یه شغل ایدئال باشه، حتی اگه یه کار پاره وقت باشه میتونه تغییر زیادی تو زندگیتون ایجاد کنه. خب امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. بهم بگین تجربه شما از نیت بودن چی بوده؟ با کدوم یکی از این عوامل بیشتر همزاد پنداری کردین؟ و اگه ویدیوهای مثل این رو میخواین حتما کانال من رو سابسکرایب کنید.